سوال دیگه به این شکل است. گفته که اگه x ما یک کسر واقعی منفی باشه بین 0 و منفی 1 تمام کسرهای واقعی منفی میشه. گفته کدامش از کدامش بزرگ است. به این شکل 5 تا جواب داریم، ما 3 تاش لیست کردیم. میم سعی میکنیم که کدامش از کدامش بزرگ میشه. یک کسر واقعی مثبت اشتراک میکنه، فرض میکنم x میگیم که منفی 1 بر 2 میشه. هر قدر کسر واقعی را به نما بلند ببریم مخرجش بزرگ میشه و کسر کوچک شده میره. کسر کوچک شده میره. در اینجا ببینید جواب اول هم جواب است. یکی از نماها 5 است. وقتی که 5 بود عدد منفی به نمای 5 به نمای تا حاصلش چی میشه؟ منفی. این را خب میفهمیم از همه کوچکتر است. این صحیح. بعدش بین x به نمای 4 و x به نمای 6 میایم مقایسه میکنیم. یعنی منفی 1 بر 2 کل به نمای 6 داریم که حاصلش میشه 1 بر 64 و دیگه داریم منفی 1 بر 2 کل به نمای 4 که حاصلش میشه 1 بر 32. 1 بر 32. پس بنابراین میگیم که اینی نسبت به ای بزرگ است. پس جواب سوال ما همین میشه.